سلام، امروز در خدمتتون هستم با یه معرفی خیلی کوتاه و مختصر در رابطه با آرکیتایپ ها یا کهن‌الگوها. پروفسور یونگ نظریه‌ای رو ارائه دادن در رابطه با ناخودآگاه جمعی با عنوان شخصیت شناسی بر اساس کهن‌الگوها. سایر محققین بعداً اومدن این نظریه رو کامل‌تر کردن و توی قالب‌های داستانی خدایان یونان باستان گنجوندن که به طرز جالبی با این داستان‌ها مطابقت و همخوانی پیدا کردن. آرکیتایپ ها تیپ های شخصیتی روانی هستند که ما داریم بر اساس اونها زندگی میکنیم، رفتار میکنیم، باعث خوشحالی و ناراحتی میشن و کلا روی زندگی ما تاثیر خیلی زیادی دارن. به طور کلی 15 تا انرژی آرکیتایپ در روان ما وجود داره. 7 تا انرژی زنانه و 8 تا انرژی مردان که این انرژی ها هم در روان خانم ها و هم در روان آقایون وجود دارن. در روان خانم ها انرژی های مردانه به شکل آنیموس یا با نام آنیموس و در روان آقایون انرژی های زنانه با نام آنیما. همونطور که گفتم این 15 تا تیپ شخصیتی همگی در وجود ما قرار دارن. بعضیشون انرژی خیلی زیادی دارن و در روان ما غالب هستن. بعضیشون در حد نرمال قرار دارن و ما میتونیم روشون کنترل داشته باشیم و از نقاط ضعف و قوتشون تو جاهایی که نیاز داریم استفاده کنیم. و بعضی از این انرژی ها در روان ما کاملا سرکوب شدن که میتونه عوارض و عواقب بدی برامون داشته باشه. توی ویدیوهای بعدی با این تیپ های شخصیتی بیشتر آشنا میشیم تا بتونیم نقاط ضعف و قدرتشون رو بشناسیم و بتونیم به خودشناسی عمیق‌تری برسیم.